سه‌شنبه 1 دکبر 2020 سال است و از استودیو مرکزی رادیوی موجر شما مستقیما تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز میشنوید. سلام. خبرها را از شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه شروع می‌کنیم. کنسول گنرالی جمهوری تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ فدراسیون روسیه ظفر سیدزاده در کنفرانس جوانان و نظر معاصر برای رویدادهای جنگ دوم جهان که در شهر یکاترینبورگ طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد شرکت و سخنرانی نمودند. در این کنفرانس کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ نامزد علم‌های فلسفه دکتر علم‌های تاریخ ظفر سیدزاده در موضوع مشکلات حفظ خاطره تاریخی در شرایط معاصر معروضه کردند. همین طریق دانشجویان، آموزگاران و دیگر متخصصان درباره جنبه‌های حاضره خودآموزی تاریخی مهاجران مهنتی از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل که موقتاً در روسیه قرار دارند معلومات پیدا نمودند. نمایندگان مرکزی یادگاری‌های تاریخی ولایت سیورلوفسک، شرکت‌داران کنفرانس و دانشجویان متخصصان خارجی ساحه و معروضه کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ ظفر سیدزاده توجه خاصه ظاهر کردند، زیرا در این سخنرانی معلومات‌های درج کردند که از قهرمانی و جانسوری‌های فرزندان فرزانه ملت تاجیک در نبردهای جنگ بزرگ وطنی بنا به معلومات‌های تاریخی که آورده شده حکایت شد. کارشناسان در همایش متخصصان ساحه تاریخ ملی از روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان، مغولستان و چین شرکت داشتند. می‌گذاریم به موضوع دیگر و به مسکو برمیگردیم. در شهر بالاشخی ولایت مسکو یک مهاجر فیلمسازان را بدون شیشه‌های خون و پل‌های قلبکی گذاشت. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، مهاجری که از او نامناسب و شهروندی کدام کشور بودنش مشخص گفته نمی‌شود با گمان دزدی یک قطار اشیاءهای لازمه مؤسسه دولتی موسفیلم بازداشت شد. طور نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه گنرال مایور ایرینا ولک قضیه را شرح داد. مهاجر گمانبر شونده به این جنایت در کوچه علینه شهر بالاشخی ولایت مسکو به داخل میکرواتوبوسی وارد شده. از آنجا بسته‌های پولی قلبکی، دو شیشه خون صنعی، تجهیزات برقی، چتر، عینک و چند از جهاز دیگری را که مؤسسه دولتی موسفیلم برای ثبت فیلم جدا کرده بود به یغما برده است. در پرسش اول خود جنایتکار به مفتشان نقل کرده است که از آن بخبر بوده است که مبلغ‌ها و شیشه‌های خون دزدیده‌اش قلبکی است. با این عمل خویش گمانبر شونده فیلمبرداران را به لوازمات ضروری گذاشت که این به تأخیر افتادن ثبت پارچه از فیلم سبب گشت. ضرر رسیده شده 217,000 روبل را تشکیل می‌دهد. حالا مهاجر گمانبر شونده در این جنایت به حبس پیشکی گرفته شده. عمل‌های تفتیشاتی در نسبتش ادامه دارد. یادداشت می‌کنیم که رهبریت مؤسسه دولتی موسفیلم از شکایت بردن در نسبت مهاجر گمانبر شونده در دزدی دست کشیدند، اما مفتشان می‌گویند که شکایت نکردن جانب جبر دیده سبب از جوابداری آزاد شدن گمانبر شونده نمی‌گردد. در هر صورت گمانبر شونده با این عمل خود باید در نزد قانون جواب گوید. خبرهای ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید. در روسیه میمانیم و ادامه میدهیم. در دوره پاندمی کرونا ویروس سطح جنایتکاری از حساب شهروندان خارجی روسیه در مقایسه با سالهای قبلی به طور قابل ملاحظه کم شد. در بیشتر موارد سالهای قبلی مهاجران با جنایت‌های راهزنی، دزدی، غارتگری، خرید و فروش غیرقانونی موادهای نشه‌آور، ماده‌های پسیکوتروپیکی و در مورد کم به جنایت قلابی متهم شدند. اما در این سال بنا به ارزیابی‌های وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه صادر گردیدن جنایت‌های در بالا ذکر گردیده از جانب مهاجران به طور نظررس کم شده است. کارشناسان این سال یک از سبب‌های اساسی کم صادر شدن جنایت‌ها را در بین مهاجران مهنتی در کم بودن شماره آنها را می‌دانند، چون این سال اکثر مهاجران مهنتی بنا به بیکاری در دوره خروج کرونا ویروس کوشش کردند با استفاده از پروازهای چارتری به کشورهای خود برگردند. اما با گذشت چند وقت و کمی بهگردیدن وضع اپیدمیولوژی در روسیه سرحدها همان بسته باقی می‌مانند که این یکی از مانع‌های اساسی ورود مهاجران مهنتی به حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه میباشد.
طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه، شماره جنایت‌های صادر کرده مهاجران امسال در شهرهای مسکو، سنت پتربورگ، ولایت‌های مسکو، لنینگراد، نووسیبیرسک، سوردلوفسک، وارونژ، تولا، تامبوف، منطقه‌های کراسنودار و پرم نظر به سال‌های قبلی 3.5% کم گشته است. قبلا پرزیدنت سابق روسیه دیمیتری مدودوف که حالا وظیفه معاون دبیر شورای امنیت روسیه را حفظ کرده است، در مصاحبه با خبرگزاری‌ها گفته بود که احتمال دارد در دوره قرنطینه و پاندمی کرونا ویروس جنایت‌های دزدی و رازنی در بین مهاجران مهنتی بنا به بیکاری افزاید. اما ایرینا والک، نماینده وزارت کارهای داخلی روسیه، در صحبت قبلی اختصاصی با خبرنگاران گفته بود که هیچ جای نگرانی وجود ندارد. در این دوره برعکس شماره جنایت‌های صادر کرده مهاجران نسبت به سال‌های قبلی به طور نظر است کم گشته است. شما نشر خبری را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. ادامه میدهیم. در روسیه میمونیم. شهروندان خارجی که به قلمرو روسیه به طور قانونی وارد شدند ولی با سبب پاندمی کرونا ویروس که سبب بسته شدن سرحدها گردید و مهلت حقوقی حجت‌های آنها به انجام رسید، انتظار می‌رود که باید تغییراتی در فرمان رقم 274 از 18 اپریل سال 2020 تصویب کرده ولادیمیر پوتین مهلت اعتبار حقوقی حجت‌ها و بودوباش مهاجران ملتی در حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه تا تابستان سال 2021 تمدید کرده شود. پرزیدنت روسیه این فرمان را تاکنون 2 مرتبه تمدید کرده بود. مهلت عمل فرمان رقم 274 بار اول تا 15 سپتامبر و بعداً تا 15 دکبر سال 2020 دراز کرده شده بود. در دوره عملی فرمان مذکور مهاجران مهنتی باید از حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه اخراج یا به اصطلاح روسی دپورتاسیون کرده نشوند. اما محمد صابیرов، یکی از حامیان حقوق مهاجران در مسکو، میگوید که به حالتهای زیاد روبرو شدند که دادگاه‌های ناحیوی در مسکو و چند از منطقه‌های دیگر روسیه قرار اخراج مهاجران را در دوره عملی فرمان رقم 274 صادر کرده بودند. با سوال آنی که در دوره عمل فرمان رقم 274 اخراج کردن مهاجران از روسیه سودهای زینه بالایی در صورت شکایت بردن قرار اخراج مهاجران را بیکار میکنند یا نه، محمد صابیرov، حقوقشناس ساحه مهاجرت، گفت که در حقیقت در عمل با چنین واقعیت‌ها زیاد روبرو شدند و در بسیار موارد دادگاه‌های زینه بالایی قرار صادر کرده دادگاه‌های زینه پایانی را بنا به نقصان و کمبودی‌های جای داشته و با بینابت گرفتن فرمان رقم 274 پرزیدنت روسیه بیکار کردند. ولی دادگاه‌های زینه بالای شکایت مهاجران را در مورد به اعتبار کردن قرار دادگاه‌های زینه پایانی نه در همه مورد قانع می‌کنند. تاکید می‌کند محمد صابیرov. ادراس می‌شوند که به طور احتمال دراز کردن مهلت عمل فرمان رقم 274 ولادیمیر پوتین از 18 اپریل سال 2020 از جانب معاون سردار سرریاست مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه گنرال مایور کریل ادزینوف در جلسه شورای پالاتای بالای پارلمان فدراسیون روسیه آخر هفته گذشته صدا داده بود. ادامه نشر خبر است مستقیما روی موج رادیو مهاجر. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به دومای دولتی لایحه قانونی را برای بررسی پیشنهاد کرد که آن گرفتن دو شهروندی کارمندان دولتی و حفظ حقوق را منع می‌کند. هدف لایحه مشخص کردن مقررات سندهای معیاری حقوقی قانونگذاری فدراسیون روسیه میباشد که محدودیت‌ها را در گرفتن شهروندی دولت خارجی، اجازت برای استقامت و یا حجت دیگری که به استقامت دائمی در کشورهای خارجی به نفرانی که در منصب‌های خدمت دولتی، حفظ حقوق و حربی ادای وظیفه می‌کنند معین می‌سازد. گفته می‌شود در شرح لایحه قانونی مذکور در صورت تصدیق و مورد عمل قرار گرفتن لایحه مذکور، خدمتچیان دولتی روسیه وظیفه دارند که درباره قطع شهروندی روسیه و به دست آوردن سند دیگر تصدیق کننده حقوق اقامت در کشورهای خارج به طور رسمی خبر دهند. لایحه دیگری که پرزیدنت روسیه با کودکس مهنت وارد کردن است، این کارمندان مقامات دولتی و حکومت‌های محلی را در منطقه‌های علاهیده فدراسیون روسیه وظیفه‌دار می‌کنند که خدمتچیان درباره نبودن شهروندی روسیه یا موجودیت شهروندی خارجی یا اجازه‌نامه استقامت در کشورهای خارجی حکومت مرکزی را به طور خطی آگاه سازند.
شما دوام بیش از 10 دقیقه تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر شنیدید. خوش باشید و در ساعت بعدی انتظار خبرهای تازه در روی موج رادیو مهاجر بمانید.